درود بر شما همراهان همدل. اگرچه کتاب شاهنامه فردوسی را به درستی جز آثار برتر حماسی جهان می‌دونند، اما هر جا که وارد ادب غنایی شده در اونجا هم مهارت استادانه خودش رو نشون میده. وقتی رستم برای پیدا کردن رخش وارد شهر سمنگان میشه، شب هنگام مهمان شاه سمنگان بوده. بعد از پذیرایی جای خواب رستم را آماده می کنند و وقتی رستم به خواب میره، چو یک بهره از تیره شب درگذشت، شباهنگ بر چرخ گردان بگشت، سخن گفتن آمد نهفته به راز، در خوابگه نرم کردند باز. یکی بنده شمعی معنبر به دست، خرامان بیامد به بالین مست. پس پرده اندر یکی ماه روی، چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی. دو ابرو کمان و دو گیسو کمند، به بالا به کردار سرو بلند. روانش خرد بود و تن جان پاک، تو گفتی که بهره ندارد ز خاک. از او رستم شیردل خیره ماند، بر او بر جهان آفرین را بخواند. بپرسید زو گفت نام تو کیست، چه جویی شب تیره کام تو چیست. چنین داد پاسخ که تهمینه ام، تو گویی که از غم به دو نیمه ام. در این چند بیت می‌بینیم از واژه‌هایی که در ادب غنایی می‌گنجه، مثل نرم، مست، خرامان و این گونه واژه‌ها به زیبایی بهره برده. بدرود.